شرکت هواپیمایی سومون ایر روز 26 ینور سال 2023 خبر داد که پروازها را به پایتخت جمهوری اسلامی ایران شهر تهران راه اندازی می نماید. طور انتظار می رود پرواز نخستین در این سمت صحنه 31 ینور سال 2023 اجرا خواهد شد. وقت پرواز از دوشنبه 17:30 دقیقه و از تهران 20:20 دقیقه به وقت محلی می باشد. خدمات مطبوعات شرکت خبر داد که طبق جدول مقرر شده از صحنه 2 فوریه پروازها از دوشنبه به تهران منتظم هفته یک مرتبه روزهای جمعه انجام داده می شود. پرواز از دوشنبه ساعت 14:30 دقیقه از تهران ساعت 17:20 دقیقه به وقت محلی معین شده است. طول پرواز از دوشنبه به تهران 2 ساعت و 50 دقیقه در سمت برگشت 2 ساعت و 20 دقیقه را تشکیل می دهد. پروازها توسط هواپیماهای بوینگ 737-800 و 900 انجام داده می شوند. شرکت هواپیمایی سومون ایر از سال 2008 در بازار بین المللی انتقالات هوایی فعالیت داشته عضو اساسیاسیون بین المللی نقلیات هوایی می باشد. پارک شرکت از هواپیماهای نو بوینگ 737-800 و 737-900 عبارت است. سومون ایر در حال حاضر از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، چین، هندوستان، ایران، روسیه، قزاقستان و ازبکستان پروازهای منتظم انجام می‌دهد. هواپیماهای سومون ایر همچنین بین دوشنبه و خوجند نیز پرواز می‌کنند.